باشید. من دغدغه همسر خودم ندارم. همسر من یک فرد آرمانی که از دوره نوجوانیش در همین گروهایی که آقای نوروزی فرمودن مبارزه کرد. آدم نیست من امروز برایش عجز و ناله و نوزه و ناله کنم. اگر امروز به من زنگ نمیزنه من مطمئنم که سال اندیشه‌هاش ایستاده و اجازه اعترافگیری وجود که آقای جنتی اومده توی نماز جمعه از پیمون مقدس نماز جمعه استفاده می‌کنه برای اینکه یه امر غیرقانونی رو ترویج بکنه نمی‌کنه. من نگرانی آقای فضلی ندارم. من نگرانی نداها و سهراب‌ها و محمدها و اصغرها و تقی‌ها و همه فرزندان کشته شده ایران رو دارم و فرزندانی که دارن توی زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی حکومت عدل علوی چون می‌سپرن. ما نرفتیم انقلاب کنیم که اتفاقات بیفته. ما از شما انتظار نداریم به عنوان یک مقام قانونی مرجع قانونی پاسخگو باشید. کما اینکه مراجع قانونی پاسخ ما رو ندادن. آقای دوری نجف‌آبادی به ما گفت به من ربطی نداره و دیگران که ایشون رئیس کمیته پیگیری بودن که قوه قضاییه گذاشته. ما کاری نداریم. ما اینها رو با خدا معامله کردیم و امروز تقاضای ما از شما همین دغدغه‌ای که عزیزان فرمودن. بچه‌های ما تو زندانن. من مادر همه این بچه‌های زندانی هستم آقای چندرا. من دیگه چیزی ندارم. من هر چی که دارم در اختیار انقلاب و بقیه عزیزان که اومدن. ما عاجزانه از شما تقاضا داریم بخواید که این سردخونه‌ها و این مراکز به شما به عنوان شورای شهر نشون داده بشه. من فکر می‌کنم شما این حق رو داشته باشید و اینکه یک چهره نسبی ما نمیگیم آرامش حالا ظاهرا نمیخواد با این بدرفتاری‌ها و بی‌تدبیری‌هایی که دارن میکنن قرار نیست آرامش حالا برقرار بشه. ولی چی اینا؟ اگر شما میفرمایید لبنان، منم رفتم جنگ‌های خانگی لبنان رو دیدم به چشم خودم و واقعا وحشت کردم. هیچ مثل جنگ خانگی عذاب‌آور نیست ولی دو طرف مسلح بودن. این بر سلاحش یک نماد سبز، اون بر تفنگ میگیره قلب بچه‌های ما رو میشکافه. کجا؟